مکانیزمی حیرت آور با حواسی بسیار دقیق و قدرت ادراک غیر قابل تصور، قصد داریم در طول مسیر یک روزه به داخل این معجزه همیشگی یعنی بدن انسان سفر کنیم. امروز یک روز عادی از زندگی خارق‌العاده بدن شگفت‌انگیز انسان است. بدن تمام ما از این ذرات مسحور کننده ساخته شده: اکسیژن، کربن، هیدروژن و مشتی عناصر دیگر و بدن هر انسان آمیخته ای از 100 تریلیون سلول میکروسکوپی است، در حالی که وظیفه هر یک از این سلول ها با دقت 99.9% مشخص شده است. بدن هیچ کدام از ما شبیه به یکدیگر نیست. سلول ها، حواس، عضلات، استخوان ها، قلب و مغز همه باید به نحوی هماهنگ با هم فعال شوند. در جلوی چشم و هنگام لمس بسیار صاف و نرم است، اما با نگاهی دقیق با منظره‌ای بسیار متفاوت تر روبرو خواهیم شد. با بزرگ نمایی 600 برابر پوست بیرونی ما چیزی نیست جز سطحی از سلول‌های مرده، مملو از شکست‌ها و شیارها و پر از برآمدگی‌ها و حفره‌ها. با نگاهی دقیق تر صدها هزار باکتری را خواهیم دید که در هر اینچ از بدن ما سکنا گزیده‌اند. در اعماق پوست سلول‌هایی وجود دارد که مرتباً در حال تقسیم شدن و جایگزینی سلول‌های مرده‌اند. رگ‌های خونی با طول چندین کیلومتر خون را به بافت‌های پیوندی پوست می‌رسانند. بیش از 1/3 از خون گرمی که از قلب پمپ می‌شود به شبکه رگ‌های خونی مربوط به پوست فرستاده می‌شود. وقتی این سلول‌ها بیش از حد گرم می‌شوند، برای از دست دادن دما خود را پهن‌تر می‌کنند. بیش از 2 میلیون حفره بر روی پوست قرار دارد که می‌تواند در طول 1 ساعت بیش از نیم گالن مایع تولید کند. این قطرات در اثر گرما تبخیر شده و باعث خنک شدن بدن می‌شوند. در عمق پوست هر یک از ما تعداد یکسانی سلول رنگی وجود دارد، سلول هایی که رنگدانه ها را به موها و پوستمان رسانده و باعث تغییر رنگ آنها می شود. البته میزان رنگدانه هایی که این سلول ها تولید می کنند در هر انسان متفاوت است و باعث می شود که ما سیاه، سفید، سبزه و یا بلوند باشیم. به طور کلی با افزایش رنگدانه ها میزان تیرگی بیشتر می شود. همین ماده شیمیایی است که در تغییر رنگ سایر اندامهای حسی نقش دارد: آبی، قهوه‌ای، سبز یا عسلی. چشم‌ها یکی از مهمترین اندامهای حسی بدن محسوب می‌شوند. چشم‌ها با جذب نور و تبدیل آن به پالس‌های الکتریکی باعث می‌شوند تا مغز درک مناسبی از محیط اطراف به دست آورد. در اولین مرحله نور با قرنیه برخورد می‌کند. این لایه شفاف در هر دقیقه 10 بار به وسیله پلک زدن تمیز و لغزنده می شود تا بتواند نور را جذب و آن را هدایت کند. نور سپس از قسمت تاریک و باز مردمک و یک لنز شفاف از جنس پروتئین عبور می کند. دروازه های ورود نور یا همان عضلات رنگی عنبیه مردمک را در مقابل نور شدید تنگ کرده و در نور کم نیز عنبیه آزاد و مردمک باز می شود. نور متمرکز شده توسط قرنیه و لنز وارد بخش ژلاتینی مانند شده و به دیوار پشتی چشم برخورد می کند. این دیوار با ضخامتی در حدود 1/100 اینچ همان شبکیه چشم است، جایی که بیش از 120 میلیون گیرنده نوری قبل از پردازش و ارسال اطلاعات به سمت مغز نور را به پیام‌های الکتریکی تبدیل می‌کنند. مغز ما با استفاده از 1/3 قدرت خود دائما اطلاعات تصویری جدید را با داده‌هایی که 1 ثانیه قبل به مغز رسیده مقایسه می‌کند و با ایجاد تصویری از محیط اطراف بینایی را ممکن می‌سازد. در دو طرف سر ما میکروفون‌های بدن قرار گرفته‌اند، گوش‌ها. اما گوش‌ها وظایفی بیشتر از شنیدن بر عهده دارند.
باعث حفظ تعادل ما می شوند و هر لحظه موقعیت ما را نسبت به محیط برایمان مشخص می کنند. دوچرخه سواری، فرود آمدن، شیرجه زدن و حتی زمین خوردن. در داخل گوش سلوله که از مایعی پر شده اند مثل یک شاغول به حفظ تعادل ما کمک می کنند. با چرخاندن سر مایع داخل لوله ها حرکت کرده و باعث تحرک سلول های عصبی می شود و موقعیت سر را در 3 بعد تطبیق می دهد: بالا و پایین، چپ و راست و جلو و عقب. گوش ها قابلیت قدرتمند دیگری را نیز در اختیار ما قرار می دهند. گوش ها امواج صوتی را به داخل جمجمه هدایت می کنند. این امواج صوتی باعث حرکت تناوبی پرده گوش شده و پرده هم 3 استخوان کوچک که هر کدام به اندازه 1 دانه برنج هستند را به حرکت در می آورد. این استخوان ها با حرکت خود باعث ایجاد پالس های فشاری شده که مایعی را به ارتعاش در می آورند. این ارتعاش باعث برآشفتن پرزهای کوچک و نهایتاً تحریک سلول های عصبی می شود و نهایتاً به صورت پیغام به مغز فرستاده می شود. با هر تنفس بینی و دهان ما هوا را به داخل شش‌ها می کشند. این کار روزانه حدود 20,000 بار تکرار می شود. ما با مسیر هوا در درون بدن همراه شده و از گلو وارد نای می شویم. با رسیدن هوا به نای 2 مسیر برای انتخاب وجود دارد: سمت چپ یا راست، که البته هر 2 مسیر به یک جا ختم می شوند. نایچه بلند به هزاران انشعاب کوچکتر تقسیم می شوند و بدین ترتیب مواد شیمیایی گرد و خاک و دود داخل هوا گرفته شده و نهایتاً هوای تمیز وارد کیسه های تیوپی شکل به اسم شش می شود. بیش از 300 میلیون از این کیسه ها در طول هر شش قرار گرفته. در کمتر از 1 ثانیه مولکول های اکسیژن از دیواره شش که ضخامت آن به اندازه 1 سلول است خارج می شود. سپس از طریق رگها به سمت تمام اندام های بدن حرکت کرده و مواد با ارزش مورد نیاز هر یک از 3 تریلیون سلول بدن ما را فراهم می کنند. در هنگام بازدم مواد زائد پروسه تنفس مانند دی اکسید کربن همین مسیر را از شش‌ها به سمت بیرون طی کرده و از بدن خارج می شوند. در هنگام تنفس یکی دیگر از قابلیت‌های بدن نیز فعال می شود. در داخل بینی ما بخش کوچکی شامل 10 میلیون سلول آماده استشمام کردن آن مواد است. روی سطح هر یک از این سلول ها هزاران گیرنده مختلف وجود دارد. وقتی که رایحه به گیرنده مربوط می رسد، پیامی الکتریکی به سمت مغز فرستاده می شود و نهایتاً حس بویایی فعال می شود. هر تنفس ما اکسیژن مورد نیاز تریلیون ها سلول را تامین کرده و قلب را به تپش در می آورد. در هر ثانیه از روز تک تک سلول های بدن ما برای به دست آوردن انرژی و ادامه حیات به اکسیژن نیاز دارند. بیش از 1 گالن خون مسیری 96,560 کیلومتری را در طول رگها و موی رگها طی می کند. و وظیفه انجام این کار خطیر بر عهده عضوی کوچک با وزن 280 گرم به نام قلب می باشد. این کار با ضربان قلب شروع می شود که خون اکسیژن دار و تازه را از ششها به قلب می فرستد. درون قلب یک پمپ عضلانی قرار دارد. حتی اگر از بدن خارج شود باز هم می تواند به کار خود ادامه دهد. نبوغ این عضو در سلول های قلبی نهفته است. میلیون ها سلول که به صورت هماهنگ می تپند. علاوه بر ضربان مناسب، عامل دیگری نیز در خون رسانی به اعضای بدن نقش دارد: شبکه شریانی دقیق و حساب شده.
بعد از اینکه خون از قلب خارج شد، محموله حاوی اکسیژن خود را به سرخ رگ‌های کوچک و کوچکتر می‌رساند و در نهایت به شبکه نازکتر مویرگ‌ها می‌رسد. این لوله ها به حدی نازکند که گلوبول‌های قرمز خون با ضخامت 0.0 سانتی متر باید به صورت تکی از داخل آنها عبور کنند. شبکه‌ای از 10 میلیارد مویرگ به نحوی در داخل بدن کشیده شده که خون تازه و حاوی اکسیژن به راحتی به تمام اندام‌ها و بافت‌های بدن برسد. در برخی موارد این حرکت سریع‌تر نیز می‌شود. هرچه سلول‌های ما بیشتر اکسیژن مصرف کنند، قلب و رگ‌های خونی باید سخت‌تر کار کنند تا اکسیژن بیشتری را به بدن برسانند. در هنگام خوردن، اکسیژن بیشتر به سمت معده متمایل می‌شود و در هنگام دویدن به سمت عضلات. حتی در هنگام مطالعه باید اکسیژن بیشتری به مغز برسد. با توجه به تمام این مسائل، خون عضو جدا نشدنی بدن ما محسوب می‌شود. اما در داخل این مایع چیزی بیش از اکسیژن وجود دارد. در داخل یک قطره خون تا 400,000 گلوبول سفید وجود دارد که آماده مبارزه با عوامل بیرونی و ناشناخته مانند ویروس‌ها و باکتری‌ها و همچنین تهدیدهای داخلی مانند سرطان هستند. اما متاسفانه همیشه پیروز نمی‌شوند. و زمانی که این اتفاق می‌افتد، متجاوزانی مانند این سلول‌های سرطانی می‌توانند قدرت را به دست بگیرند. اما بدن ما برای تغذیه به چیزی بیشتر از اکسیژن نیاز دارد. سوخت. هر بار که لقمه ای غذا می‌خوریم، این غذا به سفری فرستاده می‌شود تا تمام مواد مفید آن جذب شود. ما گیاهان و حیوانات را به انرژی تبدیل کرده و مواد شیمیایی داخل آنها را به داخل خون خود می‌فرستیم. کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها، چربی‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی، تمام آنها از طریق چیزی که می‌خوریم تأمین می‌شوند. آنزیم‌های داخل بزاق دهان به کمک دندان‌ها باعث تجزیه غذا می‌شوند. عضلات دهان به صورت خودکار غذای جویده شده را به سمت مری هدایت می‌کنند. سفر غذا در داخل مری مدت 5 ثانیه به طول می‌انجامد. در داخل مری فشرده شده و به شکل خمیر دندان در می‌آید. زمانی که غذا به معده میرسد، مدتی در این محل میماند تا هضم شود. در طول چند ساعت آینده، مایعی به شدت اسیدی از دیوارهای معده ترشح شده و باعث تجزیه پروتئین‌های داخل غذا می شود، در حالی که انقباض عضلات غذا را به یک خمیر فشرده شده تبدیل می کنند. اسید معده به حدی قوی است که دیوار معده باید مرتباً توسط مواد مخاطی پوشیده شده و در غیر این صورت خود معده نیز توسط این اسید هضم می شود. مواد مغذی کمی در این محل جذب می شود. برای جذب مواد مفید، غذا وارد یک خط تفکیک 6 متری به نام روده کوچک می شود. در این مدت مواد مفید غذا از طریق دیواره روده جذب و وارد خون می شوند. در این مرحله اکثر مواد مفید داخل غذا به سمت بزرگترین عضو داخلی بدن انسان یعنی کبد فرستاده می شوند. کبد مواد مفید را تجزیه و به صورت بسته‌های غذایی به سلول‌ها می‌فرستد تا انرژی لازم برای آنها برای رشد و فعالیت را فراهم کند. بدن ما دائما در تلاش است تا انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند، اما وقتی در این کار زیاده روی شود، نتیجه آن چربی خواهد بود. این شکل داخلی چربی است و این هم شکل بیرونی آن. بعد از جذب مواد با ارزش در داخل روده کوچک، ماده باقی مانده وارد روده بزرگ می شود. در طول حدود 20 ساعت آینده، آب داخل ماده باقی مانده هم جذب و تریلیون ها باکتری آن را تجزیه می کنند. در آخر، هر چیزی که قابل هضم نباشد به بیرون بدن دفع می شود.
این سفر پیچیده غذا هدف مهمتری را در بر دارد. بعد از خوردن غذا و تأمین کردن انرژی مورد نیاز بدن، می توانیم با این انرژی به دست آمده کارهای حیرت آوری انجام دهیم. البته به لطف اعضای شگفت‌انگیزی که ماهیچه نامیده می شوند. فعالیت بدن شگفت‌انگیز انسان شروع می شود. اما اگر با دقت به زیر پوست خود نگاه کنیم، بافتی را خواهیم دید که بیش از هر عضو دیگری در انجام حرکات به ما کمک می کند. از کف پا تا نوک انگشتان دست 650 ماهیچه که حدود 40% از وزن بدن را تشکیل می دهند، انرژی مورد نیاز برای تمام حرکاتمان را فراهم می کنند. اگر تصویر یک ماهیچه را بزرگ نمایی کنیم، درون هزاران بافت عضلانی که در طول این ماهیچه کشیده شده، دو نوع پروتئین را خواهیم دید: اکتین و میوسین، که نقش آنها نمیتوانست از این ساده تر باشد. آنها همچون دندانه های چرخ دنده به هم فشرده می شوند و در هنگام استراحت از هم جدا شده و به حالت طبیعی باز می گردند. در انتهای تمام ماهیچه ها بافت های قوی و انعطاف پذیری به اسم تاندون وجود دارد. این تاندون ها به یکی از مهمترین عضوهای بدن یعنی استخوان متصل شده اند. در داخل بدن 206 عدد از این عضوهای شگفت‌انگیز وجود دارد. آنقدر قوی که می توانند تا 20 برابر وزن ما را تحمل کنند. آنقدر سبک که می توانند تا حدودی بر جاذبه زمین غلبه کنند و آنقدر انعطاف پذیر که می توانند فشار ناشی از ضربات را تحمل کنند و به نحوی به یکدیگر مرتبط شده اند که ما را قادر به انجام هر حرکتی می سازند. در عمق استخوان، درون بافتی به نام مغز استخوان، هر دقیقه حدود 120 میلیون گلوبول قرمز حاوی اکسیژن و 7 میلیون گلوبول سفید جنگجو متولد شده و به سایر قسمت‌های بدن فرستاده می‌شوند. اگر ماده مغز استخوان را خارج کنیم، خواهیم دید که ماده اصلی استخوان از دو عنصر تشکیل شده: کلسیم و پروتئین کلاژن. ترکیبی بسیار عالی. بدون عنصر انعطاف پذیر کلاژن، استخوان مانند شیشه شکننده می باشد. و بدون کلسیم فسفات، استخوان مانند یک تکه لاستیک استقامت خود را از دست می داد. ترکیب این دو عنصر آنقدر سبک است که بتوانیم بدنمان را حرکت دهیم. آنقدر قوی است که می تواند از اکثر اندامهای داخلی محافظت کند. و آنقدر استقامت دارد که در تمام طول زندگی دوام بیاورد. اما دلیل اصلی توانایی انجام این حرکات استخوان‌ها نیستند، بلکه اندام هوشمندی است که استخوان‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند. مفاصل. از زانو گرفته تا انگشتان 187 مفصل جداگانه به استخوان‌های ما این امکان را می‌دهند تا به سمت جلو و عقب، پهلوها، بالا و پایین و اطراف حرکت کنند. تمام دستگاه‌های بدن سیستم پیچیده‌ای دارند، اما فقط یکی از این دستگاه‌ها سرپرستی و کنترل تمام کارهایی که انجام می‌دهیم را بر عهده دارد. از لحظه‌ای که روز خود را شروع می‌کنیم، مغزمان وظیفه راهنمایی، محافظت و فرماندهی بدن ما را بر عهده داشته و هویت اصلی ما را مشخص می‌کند. مغز از طریق اطلاعات شبکه شاهراهای عصبی سرتاسر بدن کنترل تمام اندامهای ما را بر عهده دارد: چشمها و گوشها، پوست و استخوان، قلب و عضلات. مغز به وسیله صدها میلیارد سلول مخصوص به نام رشته مغزی فرمانهای شیمیایی و الکتریکی را با سرعت 321 کیلومتر بر ساعت به سرتاسر بدن ارسال می کند. این عضو 1.5 کیلوگرمی که از آب و چربی تشکیل شده مرکز کنترل تفکرات، احساسات، خواسته ها، حافظه و عکس العمل‌های ماست. تمام این دستگاه ها با تقارن و هماهنگی شگفت‌آوری در کنار یکدیگر قرار گرفتند. گرچه شاید تعداد بیشماری از موجودات زنده دیگر در این پهنه گیتی وجود داشته باشد، ما می توانیم با اطمینان بگوییم که هیچ چیزی به پای بدن شگفت‌انگیز انسان نمی رسد.